تا حالا 16 باز نکرده بودم، اومدم توی گوگل سرچ کردم، اولین پیج آپارات که اومد بالا رفتم نگاه کردم، A16 5G رو باز کرده بود. گفتم خب A16 5G بردش فقط فرق بکنه دیگه، 4G و 5Gش دیگه، نمیدونستم باز کردنش هم فرق میکنه که. طبق فیلمی که الان این پایین واسهتون میذارم، ادامه داستان واسهتون میذارم، داستان بر این بود که 5G از پشت این یه در شیشه‌ای، در پلاستیکی باز شد. من اومدم طبق این ویدیویی که الان ادامهش رو میبینین همین کارو بکنم. عجبا چه چیزی داریم آفیسر؟ اینجا بود که کرکوپرم ریخته بود. بعد توی سیستمم هر چقدر سرچ کردم A16 4G پیدا نمیشد. هیچ آنباکسینگ گوشی ما نداشتیم. البته جعبه گشایی بود ولی خود گوشی رو بخوام باز بکنن نبود. پس تصمیم گرفتم خودم شروع بکنم. از اونجایی که LCD شکسته بود، LCD رو دیگه بیخیال شدم، رفتم توی LCD رو جر دادم و انداختم کنار رو نگاه کردم، دیدم بله از اینجا باز نمیشه چون پیچ نداره. پس به تجربه خودم رجوع کردم و از کنارا شروع کردم یه پیکو انداختن و شروع کردم به باز کردم. بازم فکر میکردم که از پشت باید باز بشه. با توجه اون فیلمی که دیده بودم خیلی اذیت شدم. کل داستان تعویض یه LCD که کلا 10 دقیقه کار داره، یه چیزی بالغ بر 2 ساعت تایم منو گرفت. تا جایی که فهمیدم تو تولید A16 4G و با 5G اصلا طریقه باز کردنشون فرق میکنه. 5G از پشت باز میشه، 4G کلا شاسی چسبیده به در به پشت، بعد همه رو از کنار بازش بکنی و بیاریش بیرون. یه دنیای دیگه ای شده. ادامه رو ببین. نهایت کارمون نشد نداره، بازش کردم. برو بعدی. چون ویدیو دیگه داره خیلی حوصله سربر میشه، زدم رو دورتون. برو لذت ببر. تو هم یه کار تعمیری داشتی، من در خدمتم.